تو هم از این که همیشه گوشیت پره خسته شدی، از این که همش این پیغام خطای برات میاد کلافه شدی؟ میدونستی داخل تنظیمات گوشیت یه گزینه هست که بهت یاد میده چه جوری حافظه دستگاهتو مدیریت کنی؟ بیا بهت یادش بدم، برو انجامش بده، لذتشو ببر. اگر شما مثل من حافظه دستگاهت پره و خسته شدی از این که همیشه ارور حافظه پر از برات میاد، وارد تنظیمات دستگاهت میشی، گزینه جنرال رو انتخاب میکنی، مجددا گزینه سوم آیفون استوریج رو اینجا انتخاب میکنی، چند ثانیه صبر میکنی که حافظه دستگاهت لود بشه. اینجا کل حافظت رو برات دسته‌بندی کرده که بیشترین فضا رو چه قسمتی از دستگاهت پر کرده تا بیاد همینطور آخرین و کمترین اپلیکیشنی که فضا پر کرده. اینجا یه گزینه رکامندیشن برات داره، اینو که بزنی چند تا گزینه بدونه. مثلا یکیش اینه که اگر این گزینه رو روشن کنی چتای قدیمیت خودش به صورت اتومات پاک میشه، یا میتونی داخل تک تک این گزینه ها بری و چیزایی رو که نیاز نداری رو حذف کنی. دیدی چقدر راحت بود؟ تو پیج من پر از این ترفنده و آموزش هست. پیجمو فالو کن، برای دوستت هم بفرستش چون قطعا بهش نیاز داره.